وزارت دفاع روسیه روز 2 январ خبر داد که پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را در سال 2021 با بیش از 50 تکنیک حربی معاصر تقویت دادند. طبق نقشه به پایگاه 201 تانک های معاصر T-72 BZM، زیرپوش های معاصر BMP-2M، استخوانه ها، مجتمع های سیار موشکی ویربه، автомат های کلاشنکوف، کمان های سنایپری معاصر کرد، اگنمیوت های نفترین، پولمیوت های اوتیوس، مجتمع جاسوسی ایستیونوک فرستاده شد. گفته می شود در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه. قبلا گفته می شد که تا پایان سال 2021 به پایگاه روسیه در تاجیکستان دست کم 30 تانک نسل نو می فرستند. نفسازی تسلیحاتی پایگاه روسیه در تاجیکستان در پس منظر شدیداً تغییر یافتن وضع در افغانستان صورت می گیرد. ماه آگوست سال 2021 در افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی قدرت را جنگیان حرکت تندرو طالبان صاحب شدند. پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان سال 2004 در زمینه دیویزی 201 ارتش روسیه تأسیس یافته. سال 2012 زمان بود و باشش تا سال 2042 تمدید کرده شد. این پایگاه با بیش از 7000 عسکر و افسر که در دو گارنیزون در دوشنبه و بختر مستقر شدند، بزرگترین پایگاه خارجی ارتش روسیه و همچنین بزرگترین پایگاه حربی خارجی در آسیای مرکزی به شمار می رود. ماه ایول سال 2021 پایگاه 201 با 17 ماشین زیرپوش معاصر BMP-2، ماه آگوست با مجتمع های سیار موشکی ویربه، автомат های کلاشنیکوف، کمان های سنایپری، اگنمیوت ها و مجتمع های موشک های ضد تانکی کارنت مسلح گردانده شد. ماه سپتامبر این پایگاه صاحب پولمیوت های قدرتش بزرگ اوتیوس شد. همین طور در سال 2020 پایگاه روسیه در تاجیکستان با حدود 20 تکنیک معاصر از جمله چرخبال های می 8 و زیرپوش های BMP-2M تقویت داده شده. در پایان سال 2019 در این پایگاه دیویزیون سپرهای موشکی S-300 PS به نوبرداری سر کرده بود.